سلام و درود عرض ادب خدمت دوستان عزیز. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از بازی فوتبالی. امروز اومدیم یه اولین گیم پلی رو براتون بذارم که امیدوارم با حمایت های خیلی 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 خوبی مواجه شیم. و دیگه خلاصه که اومدیم و اولین گیم پلی دوستان من از بازی ماینکرافتم براتون میذارم، ولی اولین گیم پلی فعلا از بازی فوتبالیه. خب دوستان بریم ادامه ویدیو. دوستان ببخشید من 2 گل زدم، چون که اصلا گوشیم هنگ کرد و متاسفانه اصلا نتونستم بگیرم واسهتون. اما از این 2 گل شروع میکنیم و دوستان حالا هر چقدر که اگه توی ویدیو دارید بدی میبینید اینا حلالم کنید دیگه. خب دوستان نیمه اول تموم شد و بریم سراغ نیمه دوم. نیمه دوم فعلا که توپ از حریف گرفتیم و بریم فقط یه گل بزنیم. آره گل شد. بله اینم گل شد و اینم از این. بریم ببینیم آیا بازم میتونیم گل بزنیم. من که میگم میتونیم بزنیم. خب داریم میریم. خب دیگه الان ای بابا. دوستان باید این به بعد گیم پلی که میذارم یا که تو همین ویدیو باید شاهد پاسای قشنگ و بلند باشید. نگاه کنید دقیقا همین الان واسه تون فرصت رو جور کردم. فقط نگاه کنید. فقط فکر میکنم این یه جورایی میخواد کورنر شه. بله کورنر میشه و کورنر شد. ببینیم آیا بازم میتونیم بزنیم که نه والا نمیتونیم بزنیم. اوه چقدر دور شد. خب یه نفر اینجاست، من الان اینو پاس بدم. خب ببینیم دنیا دست کی. آیا میتونیم یه گل دیگه هم بزنیم؟ خب دوستان اصلا نتونستن گلش کنن، ولی خب الان این از این. خب